بیشتر تغییرهای واقعی بی سر و صدا اتفاق میافتن. نه کسی تشویقت میکنه، نه خودت میفهمی داری عوض میشی و نه حتی حس خاصی داری. ولی یه روز از خواب بیدار میشی و میبینی دیگه مثل قبل واکنش نشون نمیدی. چیزایی که قبلا داغونت میکرد الان فقط رد میشن. تصمیمات پخته تر شدن و یه آرامش عجیبی اومده تو زندگیت. نه چون شانس آوردی، نه چون دنیا مهربون تر شده، بلکه چون یه سری عادت کوچیک آروم آروم تو رو بازسازی کردن. این ویدیو درباره موفقیت سریع یا درباره پولدار شدن یه شبه نیست. این ویدیو درباره تغییرایی که اول از درون شروع میشن و بعد همه چیز رو عوض میکنن. 15 تا عادت که نه عجیب و نه سختن، اما به شدت تاثیرگذارن. حالا بریم سراغ عادت اول. واکنش ندادن فوری. بیشتر آدما زندگیشون رو با واکنش هاشون خراب میکنن، نه تصمیماشون. یه پیام، یه حرف، یه نگاه و بوم، حالت عوض میشه. آدمایی که زندگیشون تغییر میکنه یه مکث کوچیک دارن، همین. فقط چند ثانیه صبر. نه جواب فوری، نه تصمیم لحظه‌ای و نه انفجار احساسی. این مکث قدرت مخفیه. عادت دوم، تنها بودن بدون احساس تنهاییه. آدم قوی از تنهایی فرار نمیکنه. میتونه با خودش بشینه، بی موبایل، بی حواس پرتی و فرار نکنه از فکرهاش. کسی که با خودش اوکیه، هیچ کس نمیتونه با رفتنش نابودش کنه. عادت سوم، نگفتن بدون توضیح اضافه است. همه نگفتن رو بلد نیستن، ولی آدمایی که زندگیشون متحول میشه نگفتن رو تمرین کردن. نه با دعوا، نه با توجیه، فقط گفتن نه، این به درد من نمیخوره. آزادی از همینجا شروع میشه. عادت چهارم، کم حرف زدن و دقیق تر حرف زدنه. همه چیز رو نباید گفت، همه جا نباید توضیح داد. همه آدم ها لیاقت دونستن ندارن. قدرت تو سکوت های هوشمندانه است. عادت پنجم، شروع کردن صبح بدون موبایله. اولین چیزی که میبینی اولین چیزی میشه که مغزت رو برنامه ریزی میکنه. آدمایی که تغییر میکنن صبحشون مال خودشونه، نه مال نوتیفیکیشن ها. عادت ششم، نوشتن افکاره، نه نگه داشتنشون. هر چیزی که توی ذهنت میچرخه لازم نیست همونجا بمونه. نوشتن ذهنت رو خلوت میکنه، تصمیمت رو شفافتر میکنه و حالت رو آروم. عادت هفتم، مقایسه نکردن مسیره. تو با نسخه دیروز خودت رقابت داری، نه با زندگی ادیت شده بقیه. آدمی که اینو بفهمه آزاد میشه. عادت هشتم، مراقبت از انرژیه، نه فقط زمان. همه وقت ندارن، ولی انرژی مهمتره. بعضی آدما وقتت رو نمیگیرن، ولی انرژیت رو میدزدن. آدمای متحول به انرژیشون حساسن. عادت نهم، روتین‌های ساده است، نه پیچیده. زندگی با کارهای کوچیک عوض میشه، نه برنامه‌های عجیب. یه پیاده روی، یه لیوان آب، یه نظم کوچیک، پایداری معجزه میکنه. عادت دهم، گوش دادن بیشتر از حرف زدنه. اکثر آدما منتظر نوبت حرف زدنن، نه گوش دادن. ولی کسی که خوب گوش میده هم آدم‌ها رو میفهمه، هم زندگی رو. عادت 11، قطع رابطه با نسخه‌های قدیمی خودته. بعضی عادت‌ها، بعضی آدما، بعضی فکرها دیگه مال تو نیستن. رشد یعنی خداحافظی. عادت 12، سرکوب نکردن احساساته، بلکه مدیریت کردنشونه. قوی بودن یعنی احساساتتو ببینی، نه اینکه انکارشون کنی. عادت 13، کمتر شکایت کردنه. شکایت تمرین ناتوانیه. آگاهی تمرین قدرته. عادت 14، کار کردن حتی موقعی که حالش رو نداری. انگیزه نمیاد، بعد از کار با خود کار میاد. عادت 15، اعتماد به فراینده. همه چی فوری معلوم نمیشه. بعضی تغییرها یواش یواش اتفاق میافتن، اما عمیق. اگه بخوام یه حقیقت رو بگم، لازم نیست هر 15 تا رو انجام بدی. فقط یکیشون کافیه، ولی هر روز. زندگی با جهش‌های بزرگ عوض نمیشه، با تغییرهای آروم ولی مداوم عوض میشه. اگه تا اینجا اومدی، یعنی ذهنت آماده تغییره. اگر عادتهای جدیدی هستش که شما توی زندگیتون امتحان کردید، حتما توی کامنت ها بنویسید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.